یه سوپرمارکت بزرگ، هایپرمارکت بزرگ توی مسقط. چیز جالبشون این کدوها، این نمیدونم چیه. نه اینم بادمجونه، اینم بادمجونه، اینم بادمجونه، اینم بادمجونه، این نمیدونم چیه. این لوبیای، این خیار آفریقاییه و هندونه رو قاچی میدن. طالبی قاچی هندونه و چیز جالبیه. قیمتاشون هم خیلی خوبه. انگور ایران و زردالوی ایران، هلوی ایران، سیب هند، انگور ایران، آناناس، پرتقال مصر. یک کیوی قرمزه، توش قرمزه، خیلی باحاله. و نارنگی، گلابی و یه چیزایی رو من نمیدونم چیه اصلا، نفهمیدم. مثل این من هندی ها زیاد مصرف میکنم. آها، هویج رنگی که ما میگیم گزر و What is this? What? Limon? No. This? Cucumber. No. Cucumber. Bitter gourd. Bigger gourd? Bitter gourd. Bitter gourd. Okay. یه رو خیار فکر میکنم. I don't know what is it. و این سیب زمینی شیرینه. صبح ما خوردیم. بذار تو خانه بخور. خیلی خوشمزه است. پیاز، مینی پیاز، زنجبیل، این باز نمیدونم چیه. و اینجا که ماهی و میگو. این قیمتاشون خیلی خوبه. همه اینا 2 ریال که به پول میشه 400. حالا اینجا پیاز، یه پیاز هم بگیر. پیاز باید چی بگیرم؟ بگیر پیاز هم میخوام. حالا جالبه 290 پیسه میشه تقریبا 300 میشه 60,000 تومان. 1 کیلو 1 کیلو 60,000. نه واترملون اینم واترملون هندونه است. اینم 60,000. و اینا توت فرنگی ولی کجای نمیدونم، ولی قیمتش میشه 100,000 تومان. و 890 پیسه 180,000 تومان. اینم مینی موزه توت فرنگی. اینو نفهمیدم چیه. بذار بپرسم ازش چی. What is it? بنگالی انگلیش نمیدونم چی. بنگالیه به قول عربا ما معلوم. بله این هم سوپرمارکتیه که ما آمدیم برای خرید امشبمون.